چند روز پیش در 500 فامیلی بودم، در یک زن بود همراه یک نفر گپ میزد، من در تلفن گپ میزدم. زن میگفت 1 لک، مرد میگفت 70,000. کنجکاو شدم، موبایل قطع کردم، دور خوردم. طال فامیل ما از قضیه خبر نداره. دور خوردم دیدم که همین نفر اولاد خودم میفروشه. یعنی باور به پروردگار کو بیادرم، زندگی سرم تاریک شد. اولاد توته جگر یک آدم است. ما یک روز خانه نمی باشم، 10 زنگ از مادر میاد بچه‌م چی شده ایسن است. ما دور خوردم گفتم نکخوارم. ما امرای از این دعوا دارم که تو نفروش اولاد. این ظالم و خدا نترس دیگه امرای ما دعوا داره که ولد تو معامله ما خراب کردی. و خدا قسم انگشتر دستم زمرد پنجشیر بود فروختم، کامپیوتر ما فروختم، موبایل جیب ما فروختم. با پدر گفتیم موبایل ما دست برده، در مادر گفتیم موبایل ما دست برده، فروختیم. یک چیزی به آدم پیسه جور کردیم که اولاد خدا نفروشه. والله حالا مال خدا میدونه که باز گوش نمون فروخت نفروخت تو خدا میکنه. از دستم هم نمیآید. قربان احساس نیکت واقعا مفتخر میکنم بینامت جوانای دلسوز وطن ما.